از زبان معرفی در اوایل دهه 1980 سامانه دفاع موشکی ایجیس نیرو دریایی ایالات متحده در مرکز راهبرد دفاع هوایی و موشکی آمریکا قرار داشته. این سامانه با معماری انعطاف‌پذیر طراحی شده که هم روی ناوهای جنگی نصب میشه و هم در قالب نسخه زمینی موسوم به ایجیس ایشور پیاده سازی شده. اما برخی بر این باورند که ایجیس حالا با تهدیدهای روبروه که فراتر از مأموریت اولیه‌شه. روی کاغذ ایجیس هنوز هم یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاع موشکی ساخته شده در تاریخه، اما جهانی که برای اون طراحی شده پیوسته در حال تغییره. در میانه سال 2025 ناوشکن‌های آمریکایی مجهز به ایجیس در حالی که از اسرائیل دفاع می‌کردند موفق شدند چندین موشک بالستیک ایرانی رو بر فراز دریای مدیترانه رهگیری و منهدم کنند. پس ایجیس امروز واقعا چه جایگاهی داره؟ در این ویدیو نگاهی عمیق خواهیم داشت به نحوه عملکرد این سامانه، نقاط ضعف و چالش‌های اون به ویژه در برابر تهدیدهای هایپرسونیک. ممنون میشیم اگه کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید. سامانه دفاع موشکی ایجیس. از بسیاری جهات سامانه دفاع موشکی ایجیس مثل سیستم عصبی یک ناو جنگی عمل میکنه. این سامانه که توسط نیرو دریایی ایالات متحده و شرکت لاکهید مارتین توسعه پیدا کرده، رادارها، رایانه‌ها و سامانه‌های پرتاب موشک رو به گونه‌ای به هم متصل میکنه که همه اونها در زمان واقعی و به صورت هماهنگ عمل کنن. به محض شناسایی یک تهدید، ایجیس ظرف چند ثانیه هدف رو کشف، رهگیری و به طور تقریباً خودکار اقدام به شلیک میکنه. بسیار سریعتر از اون که یک انسان بتونه واکنش نشون بده. ایجیس رو میشه نوعی مغز دیجیتالی دونست. رادارهای این سامانه ابتدا مدل معروف AN اسپای 1 و امروزه نسخه پیشرفته‌تر اسپای 6 به طور مداوم آسمان رو در شعاع صدها کیلومتر اسکن میکنن تا هر گونه هواگرد یا موشک در حال نزدیک شدن رو شناسایی کنن. به محض کشف تهدید، ایجیس بی صدا محاسبات لازم رو انجام میده. موشک رهگیر رو آماده و پیش از اینکه هدف به محدوده خطر برسه، اقدام به شلیک میکنه. در طول دهه‌ها نقش ایجیس تنها بزرگتر شده. از طریق برنامه BMD ناوها حالا میتونن موشک‌های بالستیک رو در فضا یا هنگام بازگشت به جو زمین هدف قرار بدن و منهدم کنن. همچنین با نسخه زمینی ایجیس ایشور همون معماری به زمین منتقل شده و سایت‌هایی در رومانی و لهستان رو محافظت میکنن. همین انعطاف‌پذیریه که ایجیس رو متمایز میکنه. با این حال چیزی که واقعا ایجیس رو کارآمد میکنه موشک‌های اونه. موشک استاندارد SM-3 رهگیر فضایی کلاسیک ایجیسه. موشک‌های بالستیک رو در ارتفاعات بالای فضا هدف قرار میده و برای نابودی هدف فقط به برخورد مستقیم متکیه، نه مواد منفجره. به عبارت دیگه یک برخورد فیزیکی با سرعت بسیار بالا بین دو جسمه. موشک استاندارد 6 نقش متفاوتی داره. این موشک انعطاف پذیره و میتونه هواپیماها یا موشک‌های کروز رو دنبال و گاهی حتی هدف بالستیکی رو که در ارتفاع پایین‌تر جو نفوذ کرده هدف قرار بده. نکته جالب درباره استاندارد 6 ترکیب سرعت و قابلیت تطبیق پذیری اونه. شایع شده که سرعت اون حدود 3.5 ماخه و نسخه‌های جدیدتر ممکنه حتی به سرعت‌های بالاتری هم برسن. وقتی مردم از واژه هایپرسونیک استفاده میکنن، در واقع به هر چیزی اشاره دادن که با سرعت بیشتر از 5 ماخ حدود 6000 کیلومتر در ساعت حرکت کنه. اما چالش واقعی تنها سرعت نیست، بلکه نحوه پرواز این موشکاست. موشک‌های بالستیک قدیمی اول صعود میکنن، سپس در فضا قوس میزنن و در مسیر نسبتاً پیش بینی شده‌ای به سمت هدف صعود میکنن. اما تسلیحات هایپرسونیک از این قوانین پیروی نمیکنن. اونها به جای پرواز در یک قوس ساده مثل موشک‌های بالستیک قدیمی میتونن مسیر خودشون رو تغییر و مانور بدن، چیزی که رهگیری یا انهدام اونا رو بسیار دشوارتر میکنه. پس میشه نتیجه گرفت که موشک‌های بالستیک قابل پیش بینی ان و رادارها به راحتی اونا رو رهگیری میکنن. اما موشک‌های هایپرسونیک با سرعت بالا، تغییر ارتفاع و مانورپذیری شدید سامانه‌های دفاعی رو غافلگیر میکنن. این چالش سگانه شامل سرعت، ارتفاع و قابلیت مانوره که ایجیس رو که بر پایه پیش بینی طراحی شده دچار مشکل میکنه. دو تهدید رایج هایپرسونیک وجود داره: از وسایل گلاید هایپرسونیک ها و موشک های کروز هایپرسونیک ها. یکی از اونها ابتدا با یک موشک به فضا شلیک میشه و سپس با سرعت فوق‌العاده به سمت زمین سر میخوره. این همون وسیله گلایده، مثل موشک DFZF چین یا آوانگارد روسیه. نوع دیگه هم پایین‌تر میمونه، در داخل جو و از یک موتور برای حفظ سرعت وحشیانه استفاده میکنه. این همون نوع کروزه، مثل زیرکون روسیه.
هر کدام مسیرهای متفاوتی رو طی میکنن، اما ایده یکیه: با سرعت زیاد حرکت کنن، غیر قابل پیش بینی باشن و کار رو برای سامانه‌های مثل ایجیس تقریباً غیر ممکن کنن. سوال بسیاری اینه که آیا ایجیس واقعاً میتونه موشک‌های هایپرسونیک رو متوقف کنه؟ در حال حاضر یک پاسخ کوتاه داره: نه، حداقل فعلا نه. این سامانه دهه‌ها پیش برای مقابله با موشک‌های بالستیک و کروز طراحی شد و برای هایپرسونیک‌ها ساخته نشده بود. اما هر آزمایش جدید نشون میده که ایجیس تا چه حد فراتر از طراحی اولیه‌اش پیشرفت کرده. مثال بارز آزمایش پروازی FTX-40 در اواخر 2023 بود. این آزمایش لحظه‌ای مهم برای برنامه ایجیس بود، شاید با ارزش‌ترین در سالهای اخیر. در این تمرین یک ناوشکن نیرودریایی آمریکا با جدیدترین نرم افزار ایجیس بیسلاین 9 تونست یک هدف موشک میانبرد رو با استفاده از موشک رهگیر SM-6 دوال 2 رهگیری و منهدم کنه. هدف آزمایش هایپرسونیک واقعی نبود، اما شبیه اون عمل می‌کرد: سریع، پایین و غیرقابل پیش‌بینی. ایجیس حالا توان مقابله با تهدیدهای سریعتر و پیچیده‌تر رو داره، اما چالش واقعی هایپرسونیک هنوز باقی مونده. بروزرسانی SM-6SBT حساسیت جستجوگر، پردازش داده و برد موشک رو افزایش میده تا شانس هدفگیری اهداف شبیه هایپرسونیک در مرحله نهایی فرود بیشتر بشه و نخستین خط دفاع نیرودریایی در برابر وسایل گلاید آینده باشه. با این حال مشکل اصلی همچنان شناسایی به موقع هدفه، چرا که هایپرسونیک ها بسیار سریع و پایین پرواز میکنن و اکثر رادارها نمیتونن قفل پایداری روی اونها داشته باشند. به همین دلیل امید زیادی به حسگرهای فضایی جدید بسته شده. ایالات متحده در حال توسعه حسگر فضایی ردیابی موشک‌های هایپرسونیک و بالستیک. شبکه‌ای از ماهواره‌ها برای رصد موشک‌ها از لحظه پرتاب تا هدف تا ناوهای ایجیس هشدار زود هنگام و راه حل شلیک بهتری داشته باشند. ایجیس امروز نمیتونه به طور قطعی موشک‌های هایپرسونیک رو متوقف کنه، هرچند قادر برخی اهداف رو رهگیری و در برخی مراحل مختل کنه. اما سامانه در حال پیشرفته و یاد میگیره سریعتر شناسایی و واکنش نشون بده. با این حال هنوز با موشک‌های هایپرسونیک کاملا مانورپذیر فاصله داره. با وجود پیشرفت‌ها، ایجیس هنوز با مشکل اصلی هایپرسونیک‌ها مواجهه: اهدافی که هم سریع و هم غیر قابل پیش بینی هستند. مرحله میانی پرواز این موشک‌ها خارج از جو و رهگیرهای ایجیس مثل SM-6 توانایی مؤثر مقابله با اون رو نداره. بنابراین یک پنجره حیاتی برای عبور تقریباً بدون مانع اونها وجود داره. محدودیت‌های فنی و هزینه‌های بالای توسعه کار سامانه ایجیس رو در مقابله با هایپرسونیک‌ها دشوار می‌کنه. برنامه گلاید فیز اینترسپتور در حال توسعه است تا موشک‌های هایپرسونیک رو در مرحله گلاید هدف قرار بده و خلأ بین رهگیرهای امروز SM-6 و سامانه‌های فضایی آینده رو پر کنه. به طور کلی ایجیس ممکنه برای دفاع مؤثر در برابر هایپرسونیک‌ها به ایده‌ای نو و فراتر از به‌روزرسانی‌های فعلی نیاز داشته باشه. و اما در پایان بازم، آیا ایجیس میتونه هایپرسونیک ها رو متوقف کنه؟ ایجیس احتمالاً در کوتاه مدت نمیتونه هایپرسونیک ها رو به طور کامل متوقف کنه، اما با به‌روزرسانی هایی مثل SM-6 و حسگرهای فضایی میتونه موفقیت اونها رو نامطمئن کنه. این ترتیب ایجیس هنوز بهترین تلاش بشر برای عقب نموندن از تهدیدهای نوینه. نظر شما چیه؟ لطفاً در کامنت ها با ما در میون بگذارید. خیلی ممنون که تا پایان با من همراه بودید. لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب داشته باشید و تا قسمت بعد مواظب خودتون باشین.